سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرکز هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در لنگرود بارانی. امروز چهارشنبه 16 آبان ماه و ساعت حدود 4 عصر. از اونجا که قدم زدن در هوای بارانی شمال برای مخاطبین ما جذاب بوده، تصمیم گرفتیم که امروز ولاگ از قدم زدن و گردش در شهر لنگرود در هوای بارانی رو برای شما عزیزان ضبط کنیم. لنگرود پنجمین شهر استان گیلان از سمت شرق محسوب میشه. این شهر در 60 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهررشت و در همسایگی شهرهای لاهیجان، رودسر، املش قرار داره. مردم لنگرود به مهمان موازی معروفن و منطقه زیبای لیلاکو، ساحل چمخانه و پل خشتی لنگرود 3 از معروفترین جاهای دیدنی این شهره. البته جاهای دیدنی و زیبای این شهر کم نیست و در پلیلیست مربوط به شهر لنگرود کانال ما ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی این شهر وجود داره، مثل گردش در جمعه بازار و شب‌های زیبای لنگرود. از سوغاطی‌های محبوب در لنگرود میشه به صنایع دستی، کلوچه، چای و مرکبات اشاره کرد. قبلا بازاری در روزهای شنبه و چهارشنبه در مرکز شهر برگزار می شده که به دلیل اجرای طرح ساماندهی کاسب‌ها این بازار به پارک بازار یا همون بازار پارک فجر منتقل شده که جمعه ها هم در اون جمعه بازار برگزار میشه. اگر به دیدن زیبایی ها و جاهای دیدنی استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزی ما هم آموزش غذاهای خوشمزه و محبوب گیلانی رو قرار میدیم که لینک کانالمون هم در قسمت توضیحات ویدیو قرار داریم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
حالا بلند برانی نمیشم خدا خیر همه هم 25 تومن نیست رو بگو سیما مستخانه
رودسر رو بزنیم. دیگه بیاد